اجازه بفرمایید از بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ احیانا خللی در پخش برنامه ایجاد شد عذرخواهی کرده باشیم و امیدواریم که پیش نیامده باشه، ولی در پایان برنامه مشخص میشه که شاید یک لحظه 10 ثانیه سکته داشته باشه این برنامه، ولی خودمون سالیم سکته اتفاق نیفتاده. بله جمله‌تون ناقص موند در رابطه با اون خانم آقا که امیدوارم در رابطه با اون خانم آقای مسن صحبت میکردم که اونها هر 1 سال 2 سال تصمیم میگیرن که وسایل خودشون رو بفروشن، حتما تلفن ها رو میگیرن و دوستان عزیز میتونن تشریف ببرن با تلفن و آدرس و هر چیزی که قسمتشون شد جهت یادگاری به قیمت بسیار ارزون تهیه بکنن و ببرن منزل خودشون. و دوستان دیگه هم به همین منوال و بالعکس اگر رنگ وسیله دیگه خوششون نمیاد، خسته شدن، ماشین یا هر چیزی رو میتونن حتی مجانی اگر مایل باشن توی شهر باشن، اگر نباشن که به قیمت مناسب که بتونه خریدار تنگه اونو خورد بکنه و بخره. بله خواهش میکنم. من راجع به یک بخش دیگه از برنامه هامون میخوام خدمتون توضیح بدم. در برنامه‌های بخش صوتی که ما روی سایت در طول هفته گذشته داشتیم 2 بخش از معرفی فرهنگ و تمدن ایران زمین رو پشت سر گذاشتیم که در مورد تمدن ایران ما قبل تاریخ، آثار بجامانده در تپه سیال با قدمت حدود 7000 سال پیش نام بردیم، از زیگورات چوغازنبیل یاد کردیم مربوط به تمدن ایلام، از بناهای بسیار ارزشمند تاریخی که در خاک کشور ما قرار داره و در مورد حکومت‌های ماد و هخامنشیان که آغازگر امپراتوری ایران بودن صحبت کردیم و خصوصیات اجتماعی و آیینی و معماری و هنر اون روزگار. آرشیو این برنامه صوتی در رادیو هست، ولی ما تلاش میکنیم که یعنی در واقع من باید این کار رو انجام بدم حتما که یک بخش کامل در مورد این برنامه رو به شکل تصویری هم بذاریم، چون میخوایم از این به بعد در رابطه با این برنامه و برنامه‌های دیگه سوال تصویری هم، سوال هفته هم تعیین بکنیم و به قید قرعه هر 2 هفته یک بار یک برنده اعلام بکنیم و جوایزی رو به پاسخ دهنده ها تقدیم بکنیم. من میخواستم اگر ممکنه اجازه بدید که برنامه رو ادامه بدیم با یک شعر. قبل از اینکه شما شعر رو شروع بکنید در رابطه با همین تاریخ، من شخصا دوستان خیلی لذت میبرم. شاید من تاریخ رو دوست دارم و دلم میخواد بدونم در گذشتگان ما چه کار کردن. وقتی که این مطالب رو ما تهیه میکنیم و میخونیم و آماده میکنیم میبینیم انقدر جالبه که گاهی باعث تأسف شما، گاهی باعث خوشحالی شما میشه. من از حضورتون استدعا میکنم حتما به این برنامه توجه بکنید و قدر مسلم به 1-2 تا از این برنامه‌های تاریخ توجه بفرمایید. مطمئناً شما خود به خود تمایل پیدا میکنید که ادامهش رو ببینید ما کجا بودیم، کجا هستیم و با این روال به کجا خواهیم رفت. حتما همینطور خواهد بود. ضمن این که من اشاره بکنم که شاید برای نسل جوان این حالت پیش بیاد که خیلی تمایل نداشته باشند که گذشته های خیلی دور رو دوره بکنن. شاید این سوال در ذهن هر جوانی پیش بیاد که خب اینا به چه درد ما میخوره چون گذشته و رفته، ولی واقعیت اینه که مرور تاریخ گاهی اوقات یک نکات عبرتی هم توش داره و یک جمله معروف هست که میگن تاریخ تکرار میشه. بنابراین مطمئنا نکات جذابی برای شما هست. ضمن اینکه این روال رو اگر ادامه بدیم به زودی میرسیم به تحلیل و بررسی تاریخ معاصر و نکات بسیار گفتنی در این باب داریم. از بزرگمردان تاریخ معاصر یاد میکنیم، از اتفاقات مهمی که این کشور پشت سر گذاشته و چه گذرگاه‌های تنگی رو
و پرمشقتی رو پشت سر گذاشته و هنوز که هنوزه داره این مسیر رو ادامه میده. من هم فکر میکنم که پشیمون نشید از اینکه در این قسمت با رادیو فرهنگ همراه باشید. خب آقا بریم سراغ شعرمون، اجازه میدید؟ تقاضا میکنم. من هم مثل بقیه شنوندگان و بینندگان سراپاگوش هستیم تا اشعار شما رو بشنویم و لذت ببریم. البته یه پیشنهاد دارم. البته بگم اشعار من نه، من اشعار شعرهای دیگر رو فقط قرائت میکنم، وگرنه من متاسفانه با صدای شما و با قرائت شما. یه پیشنهادم دارم، نمیدونم میتونید بپذیرید میتونیدم نپذیرید، این دیگه به خودتون مربوط میشه. بیاید و این شعر رو 2 نفری بخونید. یه خط شما بخون یه خط من خیلی وقت شعر نخوندم اصلا، خیلی هم دلم میخواست شعر بخونم. نمیدونم شاید شما کمکم بکنی با اون سبکی که شما میخونید، منم با اون موزون و با اون حال و هوای خوندن شما منم شاید در آینده شاعر شدم، شعر خون شدم. شعری که میخوام امروز براتون بخونم از خانم توران شهریاریه، شاعره بزرگ ایران که خوشبختانه هنوز در قید حیات هستن، معاصر و از هموطنان زرتشتی ما هستن. دیوان توران نام مجموعه شعر ایشونه که بسیار اشعار زیبا و فاخری رو میتونید از این کتاب انتخاب کنید و بخونید. با توجه به اینکه فرهنگ قراره در این قسمت با من همکاری کنه، من پیشاپیش از خانم توران شهریاری عذرخواهی میکنم و امیدوارم که خودش از شنیدن شعرش پشیمون نشه. شروع میکنیم. شما من تصحیح میکنید دیگه. حالا نترسید، شروع کنید. بله شما از حالا من ترسیدم از توران خانم، ببخشید. شعری رو که براتون میخونم اسمش هست نخل کویر. من 2 بیت میخونم، شما بیت بعدی رو بخونید. چو مادر را شکیبایی به سر رفت، به قربت بهر دیدار پسر رفت. پسر نیکو نهاد و مهربان بود، پزشکی سرشناس و کاردان بود. که چندی پیشتر همسر گرفته، زن از بوم و بری دیگر گرفته. نمیخونی؟ نخیر بفهم شما. پسر هر روز گرم کار خود بود، به شب هم در بر دلدار خود بود. اقامت بهر مادر گشت مشکل، غم بی هم زبانی سوختش دل. هم از بیگانگی آتش به جان بود، هم از درک مطالب ناتوان بود. چو از این ماجرا چندی سر آمد، پسر روزی به نزد مادر آمد. بگفت ای مام خوب و مهربانم، که بودی سالها آرام جانم. در این کشور بگو چون است حالت، کجا پر می کشد مرغ خیالت. نگه کن سر به سر همچون بهشت است، همه بوم و برش مینو سرشت است. بهشتی دلنشین است این دیاران، گل و یار و می و عشق و بهاران. پس از این پرسش و گفتار فرزند، به تلخی مام گفت ای پور دلبند. عجب دردی بود بی هم زبانی، که می سوزد دل و جان را نهانی. در اینجا بی خودم هیچم و بالم، غریب و ناشناس و گیج و لالم. منم نخلی که بیخم در کویر است، برایم جابجایی سخت و دیر است. من و آن تشنه کامی هم زبانی، زبان یکدیگر را خوب دانی. اگر عمری مرا در روزگار است، همان آب و هوایم سازگار است. از آن بیگانه با بستان و با غم، که فرزند کویر خشک و داغم. همه خوب و بدش خوب و بد من، بود آنجا بهشت سرمد من.
چنان دلبسته آن آب و خاکم، که از آن گر بگیرم دل هلاکم. کشد پر طایر اندیشه من، به آن جایی که باشد ریشه من. بسیار عالی خوندید آقای فرهنگ. من خوشحالم که شعر خانم توران خراب نکردم و امیدوارم که شما منو ببخشید. شاید در سال من 7-10 بار شعر نمی کنم، اونم میرم تو اتاق برای خودم میخونم. برای اولین بار افتخار داشتم که برای شما خوندم، با آرزوی پذیرش و پذیرفتن شما عزیزان. ولی به نظر من آنچنان که شکست نفسی میکردید نبود و ممنون، خیلی خوب منو همراهی کردید. من میگم اصلا بیا همه شعر بخونیم خانم. خوشتون اومد. مثل که بد نبود. خب شوخی ولی میکنم. شعر زیبایی بود. به هر حال میشه خلاصه این شعر رو با به میل ما ایرانی هایی بود که از وطن دور هستیم، نخل هایی که ریشه در کویر داریم ولی از زادگاهمون دوریم، از آب و خاکمون دوریم، هر یک به دلیلی، هیچ کدومش قابل انکار نیست، هیچ کس قابل سرزنش نیست. مطمئناً هر کس دلیلی داشته برای این هجرت، ولی واقعیت امر اینه که در نهایت آرامش روحی ما در اون آب و خاکه و مطمئناً پاره ای از قلبمون رو و پاره ای از تنمون رو در اون آب و خاک جا گذاشتیم و اومدیم. و ای کاش روزی بشه که همه ایرانی ها در هر کجای دنیا هستن بتونن آزادانه برن بیان و از اون هوای پاک ایران و از اون طبیعت 4 فصل ایران تنفس بکنن، نشاط بگیرن و معنی زندگی رو بدونن. این شعر هم اشاره به همین داشت. مادری که به دیدار پسرش میره در کشور غریب، اگرچه همه جا مثل بهشته، همه جا زیبا، تمیز و به نظر مدرن میاد، ولی این مادر از درد بی همزبانی و غربت دلش میگیره و تشنکامی و خشکی کویر رو که زادگاهش بوده به همه اون بهشت به ظاهر بهشت برین ترجیح میده و سودای وطن رو در دل داره. حسی که برای همه تقریبا مشترکه. البته پیرو صحبت شما خیلی مادرها و پدرها هستن که میگن نه ما جامون راحته، اجازه بدید که ما نیایم اونجا، خوشیم با در و همسایه و با دوستان خودمون و محله های قدیمی و اینا. و خیلی ها میان 3 ماهه 6 ماهه، ولی به 1 ماه که میرسن یواش یواش زمزمه خداحافظی رو دلشون میخواد بخونن و زودتر برگردن. یکی از این عزیزان مادر ما میگفت که ای مادر اجازه بده اگر من میخوام بمیرم تو خاک خودم بمیرم. حالا من نمیدونم خاک با خاک چه فرقی میکنه، همون احساسی که شما فرمودید. من فکر میکنم فرق میکنه حتما. دلتون گرفت نه عزیزان؟ یه مقدار احساساتی شدیم، ولی کجا خوشه؟ آنجا که دل خوشه. اجازه بدید لحظات خودتون رو حتما قدرشو بدونید. به روایتی برگشتی دیگر نیست، به روایتی برگشتی هم هست، چون پرده در افتد نه تو مانی و نه من. تا اونجا هر کسی از ظن خود شد یار من. حالا ولی فقط اوقات خودتون رو حتما به شیرینی و به گذشت و به کمک. باز هم من تکرار مکررات خواهش میکنم، چون خودم این کار میکنم و شرمندم از آماری رو که من خودم برای خودم گرفتم. خیلی کم پیش میاد که من نیکی بکنم، یا این شانس رو ندارم، این فرصت رو خداوند به من نمیده که من بتونم نیکی بکنم، یا اینکه کوتاهی میکنم. در این رابطه خانم مهین توی مجلسی بودیم و یه آقایی بلافاصله بعد از یه مدت صحبت کردن شروع کرد به گریه کردن. خدا رو شاهد میگیرم به جان بچه هام و همه تعجب کردم. گفتم خب چرا گریه میکنی؟
گفت تو نمیدونی خداوند به من چقدر محبت کرد. گفتن چرا؟ گفت امروز رفتم شیر بگیرم، توی صف شیر بودم و نفر 4 بودم و دیدم که یک خانومی یک فرزندی گرفته بغلش و مطمئنا شیر بهش نمیرسه. میگفت جامو با جای اون خانوم عوض کردم و